صرفاً جهت آشنایی با در واقع اپلیکیشن های متفاوت میتونیم بازهای فرکانسی رو تفکیک کنیم. فرضاً اولین بازی فرکانسی که داریم به معروف است به لانگ ویو بند یا LW بند بهش میگن. چه بازی فرکانسی رو پوشش میده؟ اومدن 30 کیلوهرتز تا بگیم مثلا که نه دقیقش 300 کیلوهرتز این بازی فرکانسی رو، این پهنه باند رو اختصاص دادن به این اپلیکیشن که اسمش رو گذاشتن لانگ ویو بند. یعنی هر اپلیکیشنی که تو این بازی فرکانسی قرار بگیره میشه لانگ ویو بند. طول موج برای این نوع اپلیکیشن ها از 10 کیلومتر هست تا 1 کیلومتر. الان توضیح میدم. این میشه در واقع طول موج. برای اینکه یه تفکیک بین طول موج و دوره تناوب قائل بشیم، یه سیگنال من رسم کنم به این صورت. فرض کنید شبیه قطار هست. قطار واگوناش مشابه هم دیگه. واگونای مشابه به صورت پیوسته به هم، متصل به هم میان، از کنار شما رد میشن دیگه اگه کنار ریل قطار وایسی. هر واگونی رو شما میتونی مثلا یه دوره تناوب تعریف کنی. این فرضاً یه واگن، نقطه شروعش اینجاست، نقطه شروع واگن بعدی هم اینجاست. اینو بهش میگیم چی؟ دوره تناوب. میدونید دیگه تی همون یک افم هست و فرکانس هم بنویسیم اف. فرکانس هم اف هم میشه چی؟ یک تیوم. و به این میگن دوره تناوب. طول موج چیه؟ ببینید دوره تناوب یک پارامتر زمانی هست. طول موج هم همون طول واگن رو فرض کنید. فرض کنید واگنای مشابه طولشون چقدره؟ همینو اسمشو میتونیم لاندا هم بزنیم یا بهش میگیم طول موج. از لحاظ بگیم مکانی دوره تناوب پارامتر زمانی هست. این پارامتر چی؟ مکانی هست. یا میتونیم بنویسیم ویو لنگث هم میتونیم بنویسیم، یا همون طول موج. گفته اگه سیگنال یه قطار فرض کنیم، طول هر واگن رو لاندا مینامیم. طولش چقدر؟ 10 متر، 5 متر احتمالاً. و مدت زمان عبور همون واگن از مقابل چشم شما رو چی؟ تی مینامیم. چه زمانی طول میکشه واگن عبور کنه. پس این تفاوت دوره تناوب هست با طول موج. خب طبیعیه هر چقدر فرکانستون پایین تر باشه طول موجتون بلندتر میشه دیگه. فرکانس پایین تر یعنی دوره تناوب بیشتر، طول موج بیشتر. حالا یه پارامتر دیگه تعریف میشه به اسم، میگیم سرعت انتشار موج. سرعت انتشار موج این چی هست؟ ضرب لامدا در فرکانس هست، یا میتونیم بنویسیم لامدا بر دوره تناوب. و معمولا طول آنتن رو میگن آنتن باید نصف طول موج باشه. اینو تو درس طراحی آنتن میخون که میگن طول آنتن بهتر از نصف طول موج باشه. آنتنی که طراحی میکنی ارتفاعش طولش.
حالا تو برخی کاربردها لاندا چهارم اون میشد لاندا دوم دیگه. تو برخی کاربردها بگیم لاندا چهارم هم خوبه. یعنی استفاده میشه که برای بحث تطبیق امپدانس اصلا طول آنتن یه جایش برمیگرده به تطبیق امپدانس. طبیعتا توی این اپلیکیشن یا توی این بازه فرکانسی طول آنتن بزرگ میشه دیگه. درسته؟ اینجاست دیگه طول موجمون چقدر؟ از 10 کیلومتر تا 1 کیلومتر. وقتی شما میخوای آنتن مثلا لاندا دوم یا لاندا چهارم بسازی یعنی چی؟ یعنی این تو این بازه هرچی طول موجت هست تقسیم بر 2 یا 4 کن. خب آنتنت مثلا بشه 1 کیلومتر. مثلا جالب نیست، اما برای کاربردهای هدایت و ناوبری دریایی قابل استفاده است. بحث ناوبری دریایی و هوایی فرزن تو دریا، حالا یک کابل یا سیمی رو 1 کیلومتر هم تو دریا دنبال خودت بکشی باز تا حدی شدنیه و اونجا کاربرد داره. محدوده فرکانسی دوم میتونیم در واقع تعریف کنیم یا تعریف شده از قبل medium wave band هست یا بگیم MW، باند MW. حالا پهنه باندش چقدره؟ از 300 کیلوهرتز دقیقا لبه قبلیه تا این دفعه بگیم 3 مگاهرتز. طول موجش چقدره؟ طول موجش هم از 1 کیلومتر هست طبیعتا تا چقدر؟ 100 متر. کاربردش بگیم رادیو AM و مخابرات دریایی بازن. مخابرات دریایی. حالا این در واقع موجهایی که تو این باند فرکانسی هم قرار میگیرن در واقع در سطح زمین منتشر میشن. این انتشار در سطح زمین. کاربردش اینجاست. حالا میتونیم بریم سراغ بازی فرکانسی سوم که میتونه های فریکونسی بند باشه یا HF بگیم ها. HF بند. البته HF بند های فریکونسی نیست در واقع، اما خب چون قدم به قدم فرکانس رو تونستن تو سیستم مخابراتی افزایش بدن و به این فرکانس که رسیدن اسمشو گذاشتن دیگه. برای اونا اون موقع های فریکونسی بند بوده، اما الان دیگه نمیشه بهش گفت های فریکونسی بند، منتها دیگه استانداردها بر این اساس تعریف شدن و ما نمیتونیم اسمشو تغییر بدیم. بازی فرکانسیش خب از 3 مگاهرتز هست تا کجا؟ تا 30 مگاهرتز. 10 برابر شده باز. طول موجش چقدره؟ بکشیم پایین یک کمی. طول موجش هم طبیعتا باید از 100 متر باشه تا 10 متر. 100 متر تا 10 متر. رادیو مثلا یکی از کاربرداش SW هست. تو رادیوی قدیم یک کلید اگر دقت کرده باشی وجود داشت نوشته SW شورت ویو برنامه رادیو راه دور. چجوریه؟ مثلا از ژاپن سیگنال رو بر فرد ارسال میکنن، به این شکل برخورد میکنه به جو، بازتاب داده میشه، یعنی جو اونو برمیگردونه حالا با همون زاویه احتمالاً مثلا به سمت ایران. حالا بخوای برای کجا ارسال کنی طبیعتا توان و زاویه ارسال متفاوت خواهد. به این میگن رادیو
شورت ویو که اونم از های فریکونسی بند استفاده میشه. مخابرات دریایی هوایی هم کاربرد داره. بازی فرکانسی بعدی یا همون چهارمی میتونیم بگیم که very high frequency band ها، اسمشو اینجوری گذاشتم very high frequency یا VHF. VHF تو تلویزیون اگر دیده باشید، تلویزیون قدیم دستی کن تنظیم می شدن VHF داشتن، احتمالاً ارسال سیگنال تلویزیون اینجا باید قرار بگیره. خب چقدر بود؟ از 30 مگاهرتز. طبیعتاً 30 مگاهرتز میره تا کجا؟ بگیم 300 مگاهرتز. 300 مگاهرتز طول موجش، طول موجمون طبیعتاً باید از 10 متر باشه تا 1 متر. 10 متر تا 1 متر. کاربردش هم جلوش می‌نویسم. 60 کانال تلویزیون تو این محدوده قرار میگیره. FM مخابرات نظامی استفاده میشه. این پهنه باند برای ارسال سیگنال FM زیاده و دیگه نیازی به فیلترینگ چندانی نداریم چون نویزش هم کمه و به این خاطره که رادیو FM برفرض کیفیتش نسبت به AM بهتره. بریم سراغ محدوده فرکانسی بعدی که اسم گذاری شده این دفعه اولترا های فریکونسی بند. اینج بگیم اولترا یا UHF. با اینم ممکنه سر کله داشتی. تلویزیون هم بازی بخشایش تو این محدوده قرار میگیره. از 300 مگاهرتز هست، 10 برابری کلا تنظیم کردن تا چقدر؟ 3 گیگا هرتز. طول موجش هم طبیعته، از 1 متر هست تا 10 سانتی متر. 10 سانتی متر. خب چه کاربردی داره؟ بگیم برنامه تلویزیون این یکیش. موبایل تو این محدوده قرار میگیره. 10 سانتی متر میتونیم آنتن یه جورایی بسازیم دیگه برای موبایل. موبایل رو اینجا داریم. جی پی اس اینجاست. دیگه چی؟ وای فای هم تو این محدوده قرار میگیره. وای فایی که استفاده میکنیم اگه دقت کرده باشید مثلا موس پی سی متون صورت وای فایش رو مثلا روش نوشته 2.14 گیگاهرتز تو این محدوده قرار میگیره. وای فای یا وای فای خونگی هرچی. حالا چه خوبیایی داره اینجا؟ میتونیم بگیم چون آنتن اونم کوچیکه، توان معقول، به این خاطر خیلی از کاربردها میان از این پهنه باند استفاده میکنن. توان معقول. دیگه چی؟ طول موج پایین. طول موج پایین، حالا لاندا دوم یا لاندا چهارم مثلا میشه 2-3 سانتی دیگه. طول موج پایین. بگیم طول آنتن کم مثلا. دیگه چی داریم؟ تجهیزات به صرفه. تجهیزات از ناشی از این دوتا تجهیزات به صرفه یا مقرون به صرفه. اما بگیم باند شلوغ است. باند شلوغ است. همه استفاده میکنیم. حالا با اون تکنیکایی که بعداً توضیح میدیم میتونیم ارسال اپلیکیشن، یعنی استفاده اپلیکیشن متفاوت از یه باند فرکانسی مثلا اولترا های فریکونسی بند رو چجوری کنترل کنیم. بعداً باهاش آشنا میشیم روشش. بعد این میره سراغ دیگه اسم گذاریشون نمیتونیم از اولترا که بالاتر نداریم. گفتن مایکروویو. مایکرو مایکروویو بند. باند مایکروویو.
از طبیعتاً 3 گیگاهرتز هست تا 36 گیگاهرتز گفتم. طول موجش هم بگیم از 10 سانتی متر تا حوالی 1 سانتی متر. خب کاربردش هم مخابرات ماهواره‌ای اینجاست. دیگه چی داریم؟ ارتباط بین شهری. ارسال رو تو این باند فرکانسی انجام میده. بعد از مایکروویو باند فرکانسی بعدیمون میتونیم بگیم میلیمتر ویو بند. یعنی چی میلیمتر ویو بند؟ الان میبینیم که اینم گفته از 30 گیگاهرتز، شاید اونم 30 باشه، من نوشتم 36، اشکالی نداره، تا 300 گیگاهرتز. طول موجش چقدره؟ طول موجش از 1 سانتی متر یا 10 میلیمتر تا چقدر؟ 1 میلیمتر. به این خاطر گفتن میلیمتر، چون طول موجش، اسم طول موجش رو روش گذاشتن. اسم با مسمایی میتونه باشه دیگه. باند فرکانسی که طول موجمون در حد میلیمتر. خوبه دیگه، آنتنامون هم خیلی کوچیک میشه. حالا اینجا هم باز مخابرات ماهواره‌ای اینجا استفاده میشه. دیگه چی داریم؟ ارتباط بین شهری. منتها اینجا ما توان مصرفی زیاد است. دیگه چی؟ چون فرکانس بالاست، فرکانس بالا و پهنه باند زیاد داره. این است. بعد این چی میشه؟ مورد هشتم، باند فرکانسی هشتم، معروف به تراهرتز رادییشن. یه جوری تشعشعات بگیم تراهرتزی، فرکانسشون تراهرتز. اون دفعه اسم طول موج رو گذاشتن، این دفعه فرکانس رو. چقدر؟ از 300 گیگاهرتز هست تا حوالی 3 تراهرتز. این رو هم نکنه اشتباهی کرده باشم، همون 30 بنویسیم فعلا. پس این دفعه اسم فرکانس رو اومدن روی باند فرکانسیشون گذاشتن. طول موجش دیگه خیلی کوچیک شد، 1 میلیمتر تا چقدر؟ 1/10 میلیمتر. پس آنتنی که این تراهرتز رو جذب کنه میتونه در این حد کوچیک باشه. حالا تو این در واقع پهنای باند یه سری قواعد قانون مداری فرق میکنه. یعنی بگیم Z که امپدانس بود، درسته، Y ادمیتانس بود، گین بهره بود، H عکس بهره بود. اینا تبدیل میشوند به چی؟ اسمشون فرق میکنه. به پارامترهای بگیم S1 و S1 و S2 و S3 و S4. چرا؟ چون فرکانس بالاست، بگیم خیلی بالاست، تراهرتز دیگه خیلی بالاست.
این پارامترها قابل اندازه‌گیری نیستن دیگه. مثل گذشته ما تو مدار مثلا همینجوری این پارامترها رو میتونیم حساب کنیم دیگه، ولی وقتی فرکانس میره بالا دیگه به این راحتی ها قابل اندازه‌گیری نیستن. به این خاطر اسمشون تغییر میکنه، چون عوامل دیگه ای تو این مقدارها مؤثر خواهند بود که تو اونا تأثیری نداشتن و فرکانس های بالا، مدار فرکانس بالا دیگه نمیگیم ZYJH، میگن S1 S2 S3 S4. به نام خدا. حالا یه سری مقدمات بود از قبل که توضیح ندادیم، حالا فرض رو بر این گذاشتیم که بلدید. این جلسه رو چون کوتاه هم هست اختصاص میدیم به بررسی اون مقدم. عناصر غیر اکتیو یا همون پسیوا رو خب ما زیاد ازشون استفاده کردیم دیگه. بعضی وقتا برای کاهش توان مصرفی، کاهش مساحت و بحث هزینه ناچاریم یا در داخل چیپ اونا رو بسازیم یا خارج از چیپ، بسته به کاربردمون داره دیگه. حالا بعضی وقتا مجبوریم داخل چیپ باشه، بعضی وقتا هم خارج از چیپ. حالا اگر بخوایم داخل چیپ مثلا سلف بسازیم، شما میدونید هر مسیری که جنسش متال یا فلز باشه اینداکتنس ایجاد میکنه دیگه. هر فلزی، هر سیمی، هر چیزی بسته به فرکانسی که داره. آره، خاصیت سلفی میتونه داشته باشه تو فرکانس های بالا دیگه. حالا بخوایم به اون الی که میخوایم یا اون مقداری که میخوایم برسیم، خب معمولا تو سلف برای اینکه مساحت کمتر اشغال شه میان اینو به صورت مارپیچ، فلز معمولی مثل سیم، اینا رو میپیچن دور هم دیگه به این صورت. با این حال میبینید این جهت جریان ها اینا باعث میشه القای بین خطوطمون القای متقابل داشته باشیم. اگر یادتون باشه تو درس مدارم داشتیم. این باعث میشه مقدار المون کاهش پیدا کنه. پس چاره ای نداریم، یه فاصله ای هم، فاصله استاندارد، هر تکنولوژی استاندارد داره. مثلا میگه تکنولوژی 180 نانومتر، فاصله اونا مثلا باید اینقدر باشه، یا خودش اصلا سلف آماده دارن ساختن از قبل، بهترین حالتش رو در اختیارتون میذارن، فقط شما میتونید دوره‌اش رو کم و زیاد کنید که اون به اون سلفی که میخوای برسید. با این حال افزایش حلقه ها و نزدیکیشون به هم خب سبب ایجاد خازن هم میشه دیگه. خازن هم بین اونا و هم خازن با بستر ویفرت که اینا رو روش کار میذاری، اونا باز خودشون باعث ایجاد خازن میشن. همین اینا باعث میشه چی بشه؟ کیو سلفمون بیاد پایین، کیفیت سلفمون میاد پایین. اینجا هم میبینید دیگه گفته که حلقه های نزدیک به هم تولید ام یا القای متقابل منفی میکنن، چیزی که دو مدار، نمیدونم مدار 2 بود اگر اشتباه نکنم، که نهایتا سبب کاهش مقدار سلفمون میشه. ببینید ام ها، ام 1 و 2، ام 1 و فلان، اینا منفی اگه در بیاد که میاد باعث میشه L1 L2 مثلا طول هر کدوم از این سیما باشه، باعث میشه که نهایتا مقدار المون کاهش پیدا کنه. حتی گفته خب برای کاهش مساحت سلف هم خب مستطیل میسازن، 6 زلی میسازن، 8 زلی میسازن، در چند زلی بالاخره که بتونن از گوشه ها هم استفاده کنن، چون خیلی مساحت میگیره سلف توی تراشه، خیلی مساحت زیادی اشغال میکنه. اگر ببینید کاش یه مدار سرچ کنیم بیاریم ببینید که حجم بیشتر تراشه رو میبینید سلفه اشغال کرد. یعنی تراشه‌ای که مثلا 1 میلیمتر در 1 میلیمتر، تکنولوژی تازه قدیمی 180 نانو $1000 میسازن واسط، میبینی که کل 1 میلیمتر سلف. خود تراشه مدار اصلی مثلا 50 میکرو در 50 میکرو. اینه که در ساخت سلف باید دقت کنید. به هر حال میگم بعضی وقتا چاره ای نیست، باید سلف رو داخل تراشه قرار بدیم. حالا بیایم به کیو سلف یه نگاه بندازیم. خب تفکیک کرده، گفته که سلف موازی، سلف سری. آها اینو میگی تو مدارای موازی، یعنی سلف با یه خازنی چیزی موازی باشه، موازی یا سری. آره درسته، قسمت حقیقی که آر درونی سلفه تقسیم بر
در واقع ال اومگا یا قسمت موهومیمون. حالا اگر سری باشن این برعکس میشه، مقدار کیو اومگا ال تقسیم بر آر میشه. یه مثال گفته حالا مقدار آر سلف هم میتونه در حد چند ده میلی اوم باشه، چون سیم دیگه متال دورم پیچوندیم، قرار نیست مقاومتش خیلی بزرگ باشه، ولی هم مقاومت کوچیک هم میتونه توی فرکانسی بالا به اندازه کافی کیومون رو کاهش بده. مثال گفته که این ال طول سلف احتمالا 12 میکرومتر. بیا تو. سلام. 12 میکرومتر. گفته که این ال اینجا طول اون سیم پیچمونه دیگه، طول سلف است. بعد دبلیو هم مثلا دبلیو هم فرض کنیم عرض سیمی که به صورت این یه سیم بالاخره طول عرض داره دیگه، دور هم پیچوندیم. کجا رفت؟ البته اینجا عرضش رو نکشیم. حالا طولش فرض کن مثلا 2000 میکرومتر گفته بود، عرضش هم پهنای سیمت مثلا ضخامتش چقدره؟ 4 میکرومتر. حالا اینا رو تقسیم کرده ضرب در 20 میلی اوم بر واحد چی بهش میگن؟ احتمالاً 1 میکرومتر باشه. آره شده چقدر؟ 10 اوم مثلا شده مقدار مقاومت که سلفت ایجاد میکنه. پس اینجوری میتونی مقدار مقاومت سلفت رو به دست بیاری، بسته به پس طول سلفت داره و پهنای سیمی که استفاده کردی. آره حالا سلفت هم باز اگر سری باشه، بر فرض مثال مقاومتمون خب گفتیم 10 اوم همون سلفون تو فرکانس 1 گیگاهرتز، مقدار المون هم 5 نانو هنریه، بر فرض شده چقدر؟ 3 و 14 کیو سلفمون. گفته معمولا تو چیپ باید بین 5 تا 7 باشه، هرچی بیشتر باشه بهتره ها. ماکسیمومش مثلا چنده؟ 10. حالا تو بحث رزونانس هم باز میریم بهش نگاه میکنیم. خازن رو چطوری میسازن تو تراشه؟ میشه خازن ها. این بسترمونه، فرض کنید این شکل پایین یه سابستریت داریم، حالا ترانزیستور رو همه رو روم میسازن، یه بستر سیلیکونیه که تو اون همه رو روم میسازن. حالا شما سلف هم ساختی روم این بستر، فاصلش با بسترت بالاخره جفت بسترم یه جور نیمه حادیه که تا حدی رسانه‌ای داره، بعد فاصلش با بستر و بالاخره سطح مقطع تعیین میکنن که چقدر خازن بین این دوتا ایجاد شده. طبیعتا این خازنی هم که ایجاد میشه گفته کیو سلف تو مثلا کاهش میده. گفته برای کاهش کوپلاژ مغناطیسی میتونیم یک هادی بین سلف و بستر قرار دهیم تا خازنها هم دیده نشن اما فرکانس رزونانس کم میشود. اینجا هم یه نکته هست که گفته در رسم لیوت مدار عارف بهتر از همون سلف های آماده‌ای که تو تراشه داریم یا تو اون تکنولوژی داریم استفاده کنیم. برای ساخت خازن چیکار کنیم؟ گفته برای صرفه‌جویی در مساحت تراشه میتونیم در سطوح متفاوت ولی رو هم دیگه خازن ایجاد کنیم. ببین هر تکنولوژی چند تا سطح در اختیار شما میذاره. مثلا اینجا این اولیش ببینیم پایین بسترته، کل ترانزیستورات رو بستر پیاده می سطح اول. آره مثل پی سی بی هست، میگن چند لایه است، این هم اون جوریه. حالا تکنولوژی 180 نانومتر فکر کنم 6 یا 7 تا لایه در اختیار شما قرار میده. اولین لایه‌اش که بسترته، یه بستر داری، ترانزیستور همه عنصرها روم سوار میشن، بعد یه طبقه یه عایق میذاره، یه طبقه بالا بهت اختصاص میده، این طبقه بالا رو مثلا از سوراخ میکنن، وایا میزنن برای اتصالات، که دیگه چطوری میخوای پل بزنی، نمیشه که همه رو بستر. آره وایا میزنن که بعد از اونجا اتصال میارن بالا، کانتکت یا متال میبرن اونور، دوباره سوراخ میکنن وصل میکنن به جای دیگه، مثل پی سی بی که چند لایه است. علت چند لایه شدنش همینه دیگه، که چون اتصالات با هم برخورد میکنن من مجبور میشم بعضی اتصالات رو برن طبقات بالاتر بعد به هم وصل کنم. فعلا بحث خازن رو نکردم، نه برای مجبوریه،
یعنی چون اتصالات زیاده، خب چیکار کنن؟ مجبورن یه بخشی رو ببرن طبقات بالا رو. حالا به تکنولوژی 180 مثلا 5 6 7 لایه در اختیار شما قرار میده. خب شما میتونی بین این لایه ها ارتباط برقرار کنی. گفته الان میخوای که خازن بسازی، بیا از این لایه ها استفاده کن دیگه. این لایه ها هستن، یعنی اصلا اینجوری نیست شما بگی من نمیخوام استفاده کنم. خب این میسازه تکنولوژی، نه استفاده نکنی اون لایه ها رو طبقات میچینه رو هم برات. پس بهتره بیایم ازشون استفاده کنیم. گفته اینجا یه متال بساز تو لایه مثلا دوم با اسمش یه جنس، اسمش متال یکه، مثلا متال یا فلز لایه اول، متال لایه دو، همینجوری بساز تو هر لایه. بین اینا میشه خازن دیگه. بعد اینجوری خازناتو میتونی سری کنی، سری میشن. خب میتونیم موازیشون کنیم، کانتکت سوراخ بزنیم وصل کنیم وایا. پس میشه ها، تکنولوژی خودش میزنه، ما دستی که نیست خودش. شما تو وقتی طراحی میکنی یه حالت مربع است، میاری میذاری رو اینجا، نوشته روش نوشته وایای لایه 1 به 2، اون مربع یه شبیه چه میدونم یه مربع آبی رنگ مثلا، وایای 1 به 2 میزه بذاری هر کجا تکنولوژی میفهم اونجا رو سوراخ میکنه، وصلش میکنه بعد. آره دیگه، مونتا وقتی لیوت میکشیش دیگه ابزاراش جلو دستته، وایا میاری، سلف میاری، خازن میاری، ترانزیستور میاری، آماده است همه چی. میدونی چی میگم؟ فقط میتونی ابعادش رو تغییر بدی. میخوای 10 تا وایا بزن، 50 تا بزن، همه چی آماده است، میاری میچینی، بعد اتصالاتش رو وصل میکنی. منتها شما تعیین میکنی از کدوم لایه به کدوم لایه وایا میزنی، همه رو وصل میکنی. این فایل رو بفرستی، حالا نشونتون میدم لیوت. فایل رو که میفرستی دیگه تکنولوژی میفهمه اینا رو که گذاشتی یعنی چی، همه رو انجام میده. این گنده ها رو میبینی این سمت چپ و راست، اونا خازنن. خازنه البته آماده است، از متال، فکر کنم از لایه 5 به 6 یا 6 به 7، یعنی تو اون لایه بالا که اتصالم نداریم خلوته، رفته اونجا ساخته خازن گذاشته. بعد اینا رو میبینی با هم بهشون وصل کرده، اتصاله. دو سر خازن و دو سر اون وصل کرده. این ببینی قیافه این نمیده معلومه، با اون فرق میکنه جنسش. میبینید این جنسش با این فرق میکنه، این مثلا متال 5، اون متال 6 مثلا، یعنی مربوط به لایه 5، اون یکی لایه 6. وقتی شما از این متال استفاده میکنید تکنولوژی میفهمه تو لایه 6 دارم کار میکنم، وقتی اینو استفاده میکنید میگه لایه 5. اینا رو میبینید، اینا ترانزیستورن مثلا. ترانزیستور آماده بوده که من مثلا ابعادش رو کوچیک بزرگ کردم، بعد حتی چند تا ترانزیستور رو به هم وصل کردم اون بالا، بعد اینا رو با ترانزیستورهای پایین به هم دیگه وصل کردم. ببینید حالا معلوم نیست دیگه، این زرد رنگا رو میبینید، اونا لایه 2. رفتم لایه 2 اونا رو به هم وصل کردم، دوباره اینا ترانزیستور همه ترانزیستور. بله اینم نرم افزار نرم افزار کیدنس، این طراحی آی سی. نه دیگه، شما اینا رو وصل میکنه، یه اتومات داره شماتیکی، مدار شماتیکشو بهش میدی، ترانزیستور رو میچینی شماتیک، هم چیزی که خودمون دستی میکشیم، تبدیل میکنه که اون دیجیتال استفاده میکنه، آنالوگ کار نمیکنه. آنالوگ چون حساسه مدار. آره باید دستی دونه دونه اینا رو وصل کنی. حالا حساب کن اون یکی مدار رو بهتون نشون دادم، 1000 تا ترانزیستور توش بود، همه این 1000 تا رو یه نفر میشینه یه سال اینا رو وصل میکنه. هر یکی رو اشتباه وصل کنی کار نمیکنه. البته ارور بهت میده، مقایسه میکنه با شماتیکا. آره کلی پروسه داره. مثلا یه سیمو وصل کنی تست میگیری، میگه فلان سیمو اشتباه وصل کردی، با شماتیکت نمیخونه، برو اصلاحش کن، میری اصلاحش میکنی. یا فاصله اینا رو کم و زیاد کنی خارج از چارچوب قوانین تکنولوژی، ایراد میگیره، میگه برو درستش کن. ولی خب باز
اثر اینا رو هم دیگه یه داستانی. حالا برو تو این فرکانس پایینه، میری تو فرکانس بالا، همه رو باید از هم ایزوله کنی، شیلد کنی که رو هم تاثیر نذارن. بعد شبیه سازیش کار میکنه، میسازی برمیگره کار نمیکنه. چیو؟ نه قبل فایر کوچیکه، اون وسطه. بعد یادتونه تو درس میگفتیم وایر باند چیز باید به پد وصل کنیم پایه رو. الان این پایه ها مثلا، اینا پایه با سیم شما با لایه دو من اومدم اینا رو باز کردم، مثلا این تغذیه این کافودیمه، این مثلا دو کافودیمه، این یه تغذیه مثلا جالبیه. این طول از این ها بدون پایست. حالا اینو میفرستی برای ساخت، نمیدونم حالا شاید این کلش چند میکرومتر الانش نداره، اینو میفرستی برای ساخت برمیگردی. حالا بذار یه نمونه رو ببینیم. این هم شماتیکشه، یعنی این مدار شماتیکش بوده، ترانزیستوراش بودن، این لیاوتش بوده، اینم همراه پداشه. حالا این پدا رو شما میای، حالا اینم مثلا تو آزمایشگاه تست کردیم، میگی کار نمیکنه یا کار میکرده، اونجا رو میبینی اون مانیتور، اون پی سی بی براش زدیم، بعد پی سی بی اینجا ساختیم، پی سی بی رو دیگه چاره چیه؟ پی سی بی خود سخت نیست. نه خب آخه اگه پی سی بی فرکانس بالا نباشه زیاد سخت نیست، فقط سیماشو با هم وصل میکنی دیگه، فقط بلد باشی با آلتیوم دیزاین چیه کار کنی. نه خب ما طرح لیاوتشو دیدی، اونا رو انجام دادیم، مدار رو طراحی میکنیم، لیاوتشو میکشیم، میفرستیم برای ساخت، برمیگرده اون کوچیکه، بعد یه پول اضافه میدیم، پکیجش هم میکنن خودشون دیگه. ما پی سی از قبلم پی سی بی و مدار تستش و مدار تست میخواد آماده میکنیم، آی سی که اومد میذاریم، میریم تو آزمایشگاه تست میکنیم. اسمش ژاپن چینیه دیگه، به درد نمیخوره. آره این پی سی بی رو زدیم، گوش بده دیگه، تست گرفتیم. چی فکر آزمایش خودمونه؟ همشون یکی هن، خود دستگاه چه فرقی داره؟ نمیدونم، شاید پوست خر باشه. اینم پی سی بیش بوده. اینا رو از کسایی که این کارن باید بپرسی دیگه. گذر داریم، ببین این درسته میان گذرمون. آره اینجا درستش کردیم، جای این دوتا رو بس کرد. حالا یه خازن هم گذشته. چرا میان گذره؟ همون رزونانس اتفاق میفته. آره ببینید تو فرکانس، گوش بده، تو فرکانس های پایین سیگنال از درون سلف عبور میکنه، خروجی زمین میشه، درسته؟ تو فرکانس های بالا هم امپدانس خازن کوچیکه، از درون خازن رد میشه میره زمین، خروجی تو صفر میکنه. ببینید فرکانس های پایین و بالا حذف شدن، میانی وقت این دوتا امپدانسشون برابر میشه رزونانس میکنن، یا به قول عرف تشدید میکنن، مدار باز میشه. پس سلف و خازن موازی وقتی تشدید کنن مدار باز باید بشه. حالا اومده آره گفته XL مساوی XC، این دوتا امپدانس برابر هم قرار داده، فرکانس رزونانس به دست اومده، شده یک بر دو پی رادیکال LC. یه مقداری در مورد پهنه باند صحبت کرده، بعد گفته ظریف کیفیت سلفمونم، سلف نه فیلترمون، میشه فرکانس رزونانس تقسیم بر پهنه باند. پهنه باندمون هم میشه چی؟ اون محدوده‌ای که سیگنالت عبور میکنه دیگه، تا جایی که دامنت منفی 3 dB کمتر نیاد، میشه 70%، 70 ها. اگر یک باشه بهره معمولیمون، آره این بغلم نوشته 70%، این میشه پهنه باندت. حالا پهنه باند داشته باشی، فرکانس رزونانس تقسیم بر پهنه باند کیو فیلترت رو مشخص میکنه. حالا ما یه فیلتر میان نگذرم داریم، یا بند ریجکت فیلتر، اون سلف و خازن موازی رو برده تو
ورودی آره جاشون عوض کرده. چه اتفاقی میفته وقتی اینا رزونانس کنن؟ قطع میشه سیگنال عبور نمیکنه. دیگه مقاومت سیگنال مقاومت هست میره تو زمین یعنی. نه اینو بگو این دوتا رزونانس کنن خب سیگنال عبور میکنه بالاخره میفته رو مقاومت. نه خب تو فرکانس پایین که از طریق سلفه داره عبور میکنه سیگنال، درسته؟ از طریق خازن تو فرکانس وسط نباید عبور کنه. خب همون مدار باز میشه، اتصال باز میشه تو تشدید، اتصال باز سیگنال عبور نمیکنه. ولی تو فرکانس پایین بالا داشت عبور میکرد میافتاد رو مقاومت هم مشکلی نداشت. پس اینم بهش میگن چی؟ نیان نگذر. حالا فیلتر داریم معروف به آل پس فیلتر مثلا، همه چی رو عبور میده، منتها شما حتی قابلیت داره وضعیت رو تغییر بدی، یه بار میکنیش لو پس، یه بار های پس، یه بار میان نگذر. آره یا یونیورسال فیلتر بهشون میگن. بستگی داره، نه اونا معمولا برای فرکانس های پایین استفادهش اکتیون، اینا پسیون، اونا رو تو تراشه استفاده میکنن بعدم معمولا تو فرکانس های پایین. مثال زدم. فیلتر ایدئال هم خب اینه دیگه، کیوش عالی باشه این همچین شکلی میشه. رزونانس یا تشدید اومده دوباره توضیح داده، چی گفته نمیخونیم دیگه فارسیه. در مداره الکترونیکی خب فرکانس رزونانس قبلا گفته عکس العمل صفر خاص در مقابل تغییرات فرکانس ورودی و در نهایت ایجاد تشدید یا رزونانس در مدار فیلتر میانگذار در صفحه بعد نشان دادیم. گفته که همین دیگه همونو اومده تشریح کرده. گفته که تو فرکانس های چیه این؟ فرکانسی پایینه. آره فرض کنید فقط سلفمون رو داریم، خازنه نیست. خب تو فرکانسی پایین که اتصال کوتاه از سلف ببینی خروجی صفره. همینجور که فرکانس میره بالا امپدانس سلف زیاد میشه، خروجی شروع میکنه بالا رفتن. و برای خازن هم همینجور، فرض کن سلف نداریم خازن داریم، تو فرکانس‌های پایین خازن چیه؟ مدار بازه، تو خروجیمون بزرگه، خروجی داریم. امپدانس خازن که کوچیک میشه تو فرکانس‌های بالا میبینی خروجیتون زمین میشه. آره حالا این دوتا رو با هم رشد بس کن، هم سلف رو بذار هم خازن موازی، اینا رو ادغام کنی میشه همون چی بند پس فیلترمون که اینجا رزونانس اتفاق میفته. این دوتا رو تلاقی بده با هم دیگه، بچسبون به هم دیگه و اون تو رزونانس مدار باز میشن جفتشون، انگار مدار بازن، حالا مدار باز کامل که نیستن. آره این ساختار سلف خازن موازی رو میبری آر رو میاری اونجا. اینم از این. مفهوم مدولاسیون و کدینگ رو قبلا توی مدار مخابرات خوندید، FM AM فاز. حالا یک کوچیکم ما اون جلسه صحبت کردیم دربارش، همین شکل‌ها رو توضیح دادیم. مدولاسیون دیجیتال رو یک کمی توضیح دادیم که اینم حالا بذار اینجا میخواید نگاش کنید. البته بلدید. مدولاسیون دیجیتال هم ما هم سر کلاس یک کمی دربارش صحبت کردیم که چطوری سیگنال آنالوگ میفرستن ولی دریافتمون دیجیتاله. اینجایی که میخوایم یک بفرستیم دامنه بزرگ میفرستیم، اونجایی که میخوایم صفر بفرستیم دامنه کوچیک، گیرنده دیگه تشخیص میده. یا برای چی فریکونسی شیفت کینگ، اونجایی که یک میخوایم بفرستیم فرکانس رو میبریم بالا، جایی که صفر فرکانس رو میبریم پایین. ولی ارسال همون سیگناله، چون آنتن قراره دریافت کنه، صفر و یک که نمیشه بفرستیم، گم میشه. فیز شیفت کینگ، آره اینجایی که صفر، خب فازمون همینه، یک بشه فاز رو ببینید تغییر داده 90 درجه دوباره به همین صورت. اینم مدولاسیون در واقع فازه، همون آنالوگ دیگه. فقط اینا هم که مدارایی که میشناسید نوسان سازای
کولپیتس خازنی رو اون جلسه یادتون باشه طراحی کردیم، امپدانس منفی میداد، بعد سلف بهش وصل میکردیم، هم خازن میداد، هم امپدانس منفی، هم سلف میداد، هم سلف اضافه کردیم، شد سه نوع در واقع نوسان ساز. مدولاتورها هم که هنوز صحبت نکردیم دربارش، جلسات آینده انشالله. حالا این گفته بررسی مدولاتور ترانزیستوری AM. میبینید مدارس پیچیده نیست، یه امیتر مشترک و یه سری سلف خازن اضافه کرده. دیگه این PDF چیز خاصی نداره.